در دهه قراشهر اینترنت تقریبا دستنارس است، اما بیل جای پیدا کردن موج را خوب می‌داند. او و خواهر و دادرانش در فصل بهار که تحصیل فاصلوی شد، محض در همین بلندی وظیفه خانگی را قبول کرده و به استادان می‌فرستادند. بعد از آنکه کودکان به آموزش آنلاین گذاشتند، وظیفه‌های خانگی را توسط اینترنت می‌فرستادند. ما بسیار عذاب کشیدیم چون که علاقه بسیار بد است. در عائله نظیره جالبلاقова 5 نفر مکتب خوانند. وزارت معارف قرقیزستان تصمیم گرفت است که از ماه سپتامبر به جز از خوانندگان صنف یکم دیگران فاصلوی یعنی در خانه درس بخوانند. قرار است این تیر ماه توسط تلویزیون درس‌های آنلاین را نمایش دهند. خانواده قندوز مقصود و از 9 نفر عبارت است، ولی همگی یک تلویزور و یک تلفن هوشمند دارند. البته 2 سال شد که برای آوردن خط اینترنت به دهه وعده می‌دهند، اما ارتباط همچنان بد است. بعضن کودکان وظیفه‌های خانگی را اجرا می‌کنند ولی فرستادن نمی‌توانند. درباره نظام خانه‌نشینی کسی فکر هم نمی‌کند. همه در اندیشه آنند که از برنامه تعلیمی دور نمانند. تحصیل فاصلوی که منصبداران در پایتخت طرحش را کشیدند، ظاهراً در دهه‌ها به کار نمی‌آید. بسیار می شود که کودکان موضوع را نمی فهمند و زود به خانه معلمان می روند. همه آنها همسایه ما هستند، در نزدیکی خانه ما زندگی می کنند. از تحصیل آنلاین در دهه‌هایی که اینترنت ندارند و یا موج اینترنت سست است، معلمان از پدر و مادران دیده بیشتر اذیت می‌کشند. ببینید نمیتوانم این نوار کوتاه را که همگی 7 ثانیه است به تلفن خود بگیرم. باز ما در نزدیکی مکتب هستیم، جایی که باور می‌رود موج اینترنت بسیار خوب است. به داخل ده روید یا حداقل 100 متر دورتر از اینجا موج تماما نیست می شود. چون این ویدیوهای کوتاه را شاگردان ما در 2 ساعت هم به تلفن یا کامپیوتر خود گرفتن نمی توانند. در حقیقت حتی برای گفتگوی تلفنی ساکنان دهه به نزد مکتب می روند. معاون رئیس ناحیه تانگ می گوید چیزی از نمایندگان حکومت محلی وابسته نیست. به قول او چنین دهه ها در ناحیه تانگ که نه تنها اینترنت بلکه موج عادی تلفن موبیلی را ندارند زیاد است. منصبدار میگوید که در چنین محل‌ها باید شرکت‌های مخابراتی آنتن گذارند. در حالی که منصبداران دست روی دست مانده و نشستند، خود معلمان را ضرور است که از پی حل مشکل شوند. آنها نیت دارند که این هفته به نزد رئیس ولایت به قراقل روند.